سلام به همه دوستداران دنیای ابرقهرمانان. امروز میخوام یکی از جذابترین و هیجان انگیزترین تئوری‌های دنیای کمیک و سینما بپردازم. آیا مارول و دیسی قراره دنیاهاشون به هم دیگه وصل بشه؟ تئوری که شاید خیلی‌ها فکر میکنن غیر ممکنه، اما کم کم داره شواهدی ازش پیدا میشه. موضوع اینه: آیا مارول و دیسی دو قول دنیای ابرقهرمانی قصد دارن دنیاها رو به هم دیگه وصل کنن؟ این خیلی جذابه دیگه، همه دوست دارن. بخش اول: مقدمه و اهمیت موضوع. مارول با شخصیت‌هایی مثل مرد عنکبوتی و آیرون و کاپیتان آمریکایی و ثور شناخته میشه و دیسی با سوپرمن و بتمن و فلش. این دو کمپانی از دهه‌های پیش رقیب هم بودن، اما در سالهای اخیر با ظهور مفهوم چند جهانی یا مولتیورس تو هر دو کمپانی دروازه‌ای به دنیای جدید باز شده که ممکنه راه رو برای اتفاق بی سابقه باز کنه: اتصال دنیای مارول و دیسی. بخش دوم: چند جهانی با مولتیورس چیست و چرا اهمیت داره؟ مولتیورس یعنی وجود چند جهان موازی که هر کدوم قوانین شخصیت‌ها و داستان‌های خودش رو داره. این ایده تو کمیک بوک‌ها بوده، ولی اخیراً تو فیلم و سریال‌ها بیشتر شد. این فیلم‌ها و سریال‌ها نشون میدن که نسخه‌های مختلف از شخصیت میتونن در دنیای متفاوت وجود داشته باشن. توی دیسی فیلم مثل فلش و سریال‌های مختلف مثل ارو به چند جهانی پرداختن. حتی به دیدار نسخه‌های متفاوت بتمن و سوپرمن اشاره شده. حالا وقتی دو کمپانی دارن روی این مفهوم سرمایه‌گذاری میکنن، سوال پیش میاد: چرا دنیاهای مارول و دیسی نباید به هم وصل بشن؟ شواهد و سرنخ‌ها رشد چند جهانی در هر دو کمپانی. کراس‌اوورهای مارول و دیسی اصلا چیز عجیبی نیست. این دو کمپانی در طول تاریخ کمیک‌های متعددی داشتن که شخصیت‌های هر دو طرف با هم دیدار کردن. این نشون میده ایده ترکیب دنیای این دو قول همیشه توی ذهن‌ها بوده. نشونه‌های غیر مستقیم تو فیلم و سریال‌ها، مثلا تو سریال فلش، دیسی به دنیای چند جهانی اشاره خیلی زیادی کرده. I think it's something more. Something darker. Son of Krypton, your world. A man with a dozen of these can rule all of Asia. بخش چهارم: چطور میتونن دنیای مارول و دیسی رو به هم وصل کنن؟ یک کراس اوور بزرگ سینمایی، شاید بزرگترین و رویایی ترین حالت ساخت یک فیلم سریال مشترک که تو شخصیت‌های مارول و دیسی کنار هم قرار بگیرن، مثل سوپرمن و مرد آهنی یا بتمن و کاپیتان آمریکایی. البته این کار از نظر تجاری و قراردادی خیلی پیچیده و ریسک پذیره. دو کمپانی باید کلی مذاکره و همکاری داشته باشن. حتی سوال میشه که کدوم استودیو حق انتشار این فیلم رو داشته. ورود شخصیت‌ها به دنیای یکدیگر در قالب سریال‌ها یه راه ساده‌تر میتونه این باشه که یک شخصیت دیسی به صورت مهمان تو سریال‌های مارول ظاهر بشه، یا اینطوری بدون ساخت یه فیلم بزرگ مشترک پلزنی انجام میشه. استفاده از انیمیشن ها و بازی های ویدیویی که قوانین سختگیرانی استودیوها کمتره و میتونن همکاری بهتری داشته باشن. It's better if I tackle this one alone. You may encounter some obstacles. That won't be a problem. Our cat friend is definitely here too. By the look of things, he's not very far ahead. The American boy is right on your heels. Who the hell are you? If you wanted us dead, we'd be dead. So what do you want? Answers. That's far enough! Stay out of my way. Stand aside! I do not take orders from anyone. I don't have time for this. Neither do I. بخش پنجم: موانع و مشکلات این ایده. حقوق مالکین و قراردادها. هر کمپانی کنترل کامل روی شخصیتاش رو داره، به راحتی اجازه نمیده کسی دیگه ازش استفاده کنه. رقابت تجاری: این دو کمپانی رقیب سرسختن و احتمالاً نمیخوان رقیب خودشون رو قوی تر کنن. سازگاری داستانی: دنیای هر دو کمپانی تفاوت‌های زیادی داره و هماهنگ کردن این کار خیلی سخت و پیچیده. نگرانی طرفداران: شاید بعضی از هواداران دوست نداشته باشن این دو دنیا ترکیب بشن، چون ممکنه یکی از شخصیت‌ها
یا دنیای محبوبشون کم رنگ‌تر بشه. پیش بینی آینده اگر این تئوری واقعا تحقق پیدا کنه میتونیم منتظر بزرگترین اتفاق دنیای ابرقهرمانا باشیم. اون وقت میبینیم که کراس اوورهای بزرگ و فراموش نشدنی، حضور شخصیت‌های جذاب در نقش‌های متفاوت و یک اتحاد بی‌نظیر روی پرده سینما. خب رفقا، نظر شما چیه؟ فکر میکنین مارول و دیسی واقعا به همدیگه وصل میشن یا این فقط یه رویا؟ حتما تو کامنت ها برام بنویسید. یادتون نره کانال منو ساب کنید تا با تئوریای بیشتر و اخبار جدید همراهتون باشم.